درخت دوستی تقدیم میکند. آیا میدانید که لذت ایمان چیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما فرمودند که لذت ایمان 3 چیز است. یعنی که 3 چیز است که اگر در کسی موجود شد لذت ایمان را درک می نماید. یکم این که خدا و رسولش را از دیگران خیلی هم زیاد دوست بدارد. این که خدا و رسولش از دیگران در نزدش محبوب تر باشند. و این که دویمش این است که دوستیش نسبت به شخص فقط و فقط به خاطر خدا باشد. و سومش این است که بازگشتن به کفر، یعنی بازگشتن از دین خود، مانند در آمدن در آتش باشد. این 3 چیز هر وقت به کسی که موجود شد اون لذت ایمان را درک میکند. لذت انمون ایمانی که به خدا و پیغمبر و روز قیامت و قرآن و اسلام دارد آن را درک می نماید. در حقیقت کسی که لذت ایمان را درک کردن خواهد باید که محبتش به خدا و رسول آنچنان زیاد باشد که دیگر هیچ محبت بالای آن غالب نشود. حتی در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، کسی از شمایان تا آن وقت ایمان نخواهد داشت که من در نزدش از پدر و از فرزندش و از همه مردم محبوب تر باشم. محبت خدا و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بالاترین محبت در نزد ما باشد. همان وقت ما لذت ایمان را درک میکنیم. همان لذتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ما درک خواهیم کرد. اگر این محبت را نداشته باشیم، اگر دوستی ما نسبت به شخص فقط به خاطر خدا نباشد، اگر ما نعوذ بالله به طرف کفر روان باشیم، در این حالت هیچگاه لذت ایمان را نخواهیم دید.